وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم. و خویشتن را هرگز تبعیت نمی کنم، زیرا نفس سرکش انسان را یقینا به بدی امر می کند مگر کسی که پروردگارم بر او رحم کند. بیگمان پروردگار من آمرزنده و مهربان است. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا او را خواست به خدمت خویش بگمارم. پس چون پادشاه با او سخن زد برایش گفت بیگمان امروز تو نزد ما دارای مقام والا و اعتماد کامل می باشی. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف گفت مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار، بیگمان من محافظت کننده آگاهی هستم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. و بدین گونه ما به یوسف در سرزمین مصر مکنت و مقام دادیم. به هر جایی که در آن جاگزین می شد به هر گونه‌ای که می خواست تصرف می کرد. رحمت خود را به هر کس که بخواهیم نصیب می کنیم و مزد نیکوکاران را ضایع نمی گردانیم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بیگمان برای آنانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری ورزیدند مزد آخرت بهتر است. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. برادران یوسف به مصر آمدند و بر او وارد شدند. یوسف ایشان را شناخت ولی آنها او را نشناختند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هنگامی که یوسف ایشان را به بارهایشان مجهز ساخت گفت برادری را که از پدر شما است نیز نزد من بیاورید. آیا نمی بینید که من پیمانه را کامل می دهم و من بهترین میزبانانم؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. و اگر او را پیش من نیاورید پس برای شما به نزد من پیمانه از غله نخواهد بود و به من نزدیک نشوید. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. گفتند ما درباره او با پدرش صحبت خواهیم کرد و ما البته این کار را انجام دادنی هستیم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وی به کارمندان خود گفت مال یعنی قیمت غله‌شان را در بارهایشان بگذارید تا چون به سوی خانواده خیش بازگردند از آن خبر شوند تا باشد که ایشان باز آیند. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. چون نزد پدر خود بازگشتند گفتند ای پدر ما از ما پیمانه یعنی دادن غله منع شده است مگر اینکه برادر خود را با خود ببریم. پس برادر ما را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم یعنی غله به دست آریم و ما واقعا او را نگهبانیم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله
خير حافظا وهو أرحم الراحمين. گفت آیا شما را با وی ایمن شمارم چنانچه شما را پیش از این با برادرش یوسف ایمن شمردم؟ پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون متاع خود را گشودند دریافتند آنچه برای خرید غلط هدیه کرده بودند به ایشان مسترد شده است. گفتند ای پدر ما، آیا بیش از این چی می‌خواهیم؟ این است مال، یعنی قیمت غلط که با ما مسترد شده است و برای خانواده خود غذا می آوریم و برادر خود را نگهبانی می کنیم و بر غله خود پیمانه یک اشتر را می افزاییم و گرفتن این پیمانه آسان است. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب گفت هرگز او را با شما نمیفرستم تا به من عهد مؤکد به نام خدا بدهید که او را واقعا به من باز می آورید مگر اینکه محاصره شوید. چون به او عهد مؤکد دادند گفت به آنچه می گوییم خداوند وکیل، یعنی گواه و نگهبان است. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. و در هنگام حرکتشان گفت ای پسران من، از یک دروازه وارد شهر نشوید و از دروازه های متفرق داخل شوید و با این هم از شما چیزی را از قضای خدا دفع کردن نمیتوانم. حکم تنها از آن خداست، بر وی توکل کردم و همه متوکلان باید بر او توکل ورزند. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و چون ایشان به گونه‌ای که پدرشان به آنها امر کرده بود داخل شهر شدند، این کار چیزی را که از جانب خدا به ایشان تعیین شده بود دفع کردن نمیتوانست مگر حاجتی را که در دل یعقوب بود برآورده ساخت و او بیگمان از علمی که به وی آموخته بودیم برخوردار بود مگر اکثر مردم نمیدانند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. و چون بر یوسف وارد شدند برادر سکه خود را نزد خود جای داد و برایش گفت بیگمان من برادر تو می باشم، پس آنچه ایشان می کردند اندوهگین مباش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پس چون ایشان را به بارهایشان مجهز ساخت جام آب را در باری برادرش نهاد. سپس آواز دهنده آواز داد ای کاروانیان بیگمان شما دزد هستید.
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. برادران یوسف به ایشان روی آورده گفتند چی چیز را گم کرده اید؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده اید و هر کسی که آن را بیاورد یک بار شتر غلب رایش مقرر شده است و من به آن ضامنم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. برادران گفتند سوگند به خدا شما می‌دانید که ما نیامده ایم تا در زمین فساد نماییم و هرگز دزد نبوده ایم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. کارمندان توزیع غلط گفتند اگر دروغگو باشید جزای این عمل چی خواهد بود؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. گفتند جزای آن این است هر کسی که در بار او جام یافت شود پس خود آن شخص جزای آن باشد. ستمگاران را این چنین جزا می‌دهیم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پس وی قبل از بار برادرش به تلاشی بار آنها آغاز کرد. سپس آن را از بار برادرش برآورد. بدین گونه برای یوسف چاره‌سازی کردیم. او نمیتوانست برادرش را مطابق به آیین پادشاه مصر اسیر بگیرد مگر اینکه خداوند بخواهد. درجات هر کسی را که بخواهیم بلند میگردانیم و خداوند بالاتر از هر صاحب علم عالم است. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. گفتند اگر او دزدی کرده است پس بیگمان برادری که او پیش از این داشت نیز دزدی کرده بود. اما این را یوسف در دلش نگه داشت و آن را به ایشان آشکار نکرد و با خود گفت شما در بدترین موقف قرار دارید و خدا به حقیقت آنچه بیان میکنید آگاه تر است. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. گفتند ای عزیز بیگمان او پدر بسیار سال خورده دارد پس یکی ما را به عوض او بگیر بیگمان ما تو را از نیکوکاران میبینیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف گفت پناه با خدا از این که جز همان کسی را بگیریم که متاع خود را نزد او یافته ایم. در آن صورت ما بیگمان از ستمگاران خواهیم بود. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
پس چون برادران از وی مایوس شدند، در خلوت با هم مشوره کردند. برادر بزرگشان گفت: آیا نمی‌دانید که واقعا پدر شما از شما عهدی به نام خدا گرفت و پیش از این در مورد یوسف چی تقصیری را مرتکب شدید؟ من این سرزمین را رها نمی کنم تا پدرم به من اجازه بدهد یا خدا به من حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. به سوی پدر خیش بازگردید و برایش بگویید: ای پدر ما، بیگمان پسرت دزدی کرد و ما گواهی نمیدهیم مگر به آنچه میدانیم و ما حوادث غیبی را جلوگیری کردن نمیتوانستیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. برای المعوری خیش از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که در آن آمدیم بپرس، واقعا ما راست گوییم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب گفت: نخیر، بلکه هوای نفس شما برای شما کار را آراسته است. پس چاره من صبری جمیل است. امید است که خدا ایشان را یک جا به من بازگرداند، حقا که هم اوست دانا و با حکمت. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و از آنها روی گردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف، و چشمان او از اندوه سفید شد، پس او خشمش را فرو می برد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. گفتند: به خدا که تو از یوسف همیشه یاد می کنی تا در غم او بیمار شوی یا هلاک گردی. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. گفت: من غم و اندوه خود را تنها به خدا شکوه می کنم و از خدا چیزی را می دانم که شما نمی دانید. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید، حقا جز گروه کافران کسی دیگر از رحمت خدا ناامید نمی شود. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پس چون بر او یعنی یوسف وارد شدند گفتند: ای عزیز، ما و خانواده ما به سختی دچار شده ایم و سرمایه ناچیزی با خود آورده ایم، پس به ما پیمانه کامل بده و بر ما صدقه کن، حقا که خداوند مزد صدقه دهندگان را می دهد. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف گفت: آیا دانستید که با یوسف و برادرش چی کردید آنگاه که جاهل بودید؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. گفتند آیا تو واقعا یوسف هستی؟ گفت بله من یوسفم و این برادر من است. واقعا خداوند بر ما منت نهاد. بیگمان هر که پرهیزگاری کند و شکیبایی ورزد پس خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. گفتند سوگند به خدا که واقعا خداوند تو را بر ما برگزید و واقعا ما خطاکار بودیم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. گفت امروز بر شما سرزنشی نیست، خداوند شما را بیامرزد و او مهربانترین مهربانان است. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. این پیراهن مرا ببرید و آن را به روی پدرم بیندازید، او بینا می شود و تمام خانواده خویش را یک جا نزد من بیاورید. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد پدرشان گفت بیگمان من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا به ساد لوحی نسبت ندهید. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. گفتند به خدا سوگند که تو واقعا در همان گمراهی سابقت هستی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پس چون بشارت دهنده آمد و آن پیراهن را بر روی او انداخت بیدرنگ بینا شد. گفت آیا به شما نگفته بودم من از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانید؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. برادران گفتند ای پدر ما از خدا برای ما از گناهان ما آمرزش بخواه، بیگمان ما خطاکار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. گفت به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش میخواهم، بیگمان او آمرزنده و مهربان است. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خویش را به آغوش گرفت و گفت اگر خدا بخواهد به مصر ایمن داخل شوید. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. و پدر و مادرش را بر تخت عزت نشاند. ایشان در برابر او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر من این از تعبیر خواب پیشین من، حقا که خدا آن را راست ساخت و بیگمان ذات یکتای او به من نیکی کرد انگامی که مرا از زندان بیرون کرد و شما را از بادیه و اینجا آورد بعد از آن که شیطان میان من و برادران من دشمنی افکند.
حقا که پروردگار من برای کسی که بخواهد صاحب لطف است، بیگمان هم اوست دانا و صاحب حکمت. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای پروردگار من، واقعا مرا از قدرت برخوردار گردانیدی و به من از علم تعبیر خوابها و حوادث آموختی. ای آفریدگار آسمانها و زمین، تو در دنیا و آخرت کارساز منی. مرا مسلمان بمیران و مرا با صالحان پیوست گردان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی میکنیم و تو نزد ایشان نبودی هنگامی که کار خیش را هماهنگ می ساختند و بعد دسیسه می پرداختند. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. و اگرچه تو اصرار ورزی، باز هم اکثر مردم ایمان نمی آورند. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تو برای این امر از ایشان پاداش نمی خواهی، این نیست مگر پندی برای جهانیان. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و ای بسا از نشانه ها که در آسمان ها و زمین وجود دارد، از کنار آنها میگذرند در حالی که از آن رو گرداننده اند. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. و اکثر ایشان با خدا ایمان نمی آورند مگر در حالی که با وی شریک هم می گیرند. افامنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله او تأتیهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا از این ایمن شده اند که به ایشان عذاب فراگیری از جانب خدا برسد یا بر ایشان قیامت ناگهان بیاید در حالی که ملتفت نیستند؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. بگو این راه من است که من و پیروانم مردم را با بصیرت کامل به سوی خدا دعوت می کنم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. و نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل شهرها که به آنها وحی می کردیم. آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا می دیدند که عاقبت کار پیشینیان آنها چی شد؟ و بیگمان سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است. آیا نمی فهمید؟ حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تا آنگاه که پیامبران مایوس می شدند و چنین می پنداشتند که واقعا ایشان دروغگوی پنداشته شدند، در این حال کمک ما به ایشان می آمد. پس هر کی را می خواستیم نجات داده می شد و عذاب ما از گروه جنایتکاران باز داشته نمی شد.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بیگمان در داستانهای ایشان برای صاحبان خرد درس عبرتی است. قرآن سخنی نیست که بربسته شده باشد، و لیکن تصدیق کننده چیزی است که پیش از آن آمده است و تفصیل همه چیزهاست و هدایت و رحمتی است برای گروه مؤمنان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را، اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است، و لیکن اکثر مردم ایمان نمی آورند. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خداوند آن ذاتی است که آسمانها را بدون ستونی که شما آن را ببینید بلند کرد و آنگاه بر عرش مستولی شد و آفتاب و ماه را رام کرد. همه چیزها تا زمان معین به مسیر خود حرکت دارند. همه کارها را تدبیر می کند. آیات خود را تفصیل وار بیان می کند تا باشد که شما به ملاقات پروردگار خود یقین کنید. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و اوست که زمین را گسترد و در آن کوههای استوار را قرار داد و نیز رودبارها را و از تمام میوه ها در آنها دو جفت آفرید. شب را به روز می پوشاند. بیگمان در اینها آیاتی است برای قومی که تفکر می ورزند. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و در زمین قطعات متفاوتی در کنار هم قرار دارند و باغهای انگور و کشتزارها و نخلستانهای خرما که بعضی از یک تنه رسته‌اند و برخی هم از تنه‌های جداگانه. از یک آب آبیاری می شوند. برخی را بر برخی در طعم میوه‌هایشان برتری می دهیم. حقا که در این آیاتی است برای مردمی که از عقل خود کار می گیرند. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اگر تو از چیزی تعجب میکنی پس این گفتارشان عجیب است که میگویند آیا ما وقتی که خاک شویم واقعا در آفرینش جدید خواهیم بود، یعنی دوباره زنده خواهیم شد؟ همین هایند که بر پروردگار خود کافر شدند و آنها یوغهای اسارت است بر گردنشان و ایشان اهل آتشند، در آنجا همیشه به سر میبرند. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. و پیش از نیکی بدی را از تو به شتاب می طلبند و بیگمان پیش از ایشان نیز مثالهای از این عقوبتها گذشته است. حقا که پروردگار تو برای مردم با وجود ستمگاریشان صاحب آمرزش است و بیگمان پروردگار تو سخت عذاب کننده است. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. کافران میگویند چرا بر وی نشانه از پروردگارش نازل نشد؟ ولی تو بیگمان بیم دهنده ای و برای هر قوم هدایت کننده است. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خدا آنچه را رحم هر انسان یا حیوان مادر برمی دارد و نیز آنچه را رحمها در دوره معین حمل می کاهند و آنچه را بر آن می افزایند می داند و هر چیز نزد او به مقدار معین است. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. اوست دانای پنهان و آشکارا و اوست بزرگ و بلند مرتبه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. برای او یکسان است خواه کسی از شما راز را پنهان دارد یا آن را آشکار سازد و کسی که خود را در شب پنهان کند یا در روز به گونه آشکارا براهش دوام دهد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. برای انسان نگهبانانی اند که پیاپی از پیش او پس پشت او را به حکم خدا نگه می دارند. بیگمان خداوند حالت هیچ قومی را تا وقت تغییر نمی دهد که ایشان خود را تغییر ندهند و چون خدا به قومی بدی را بخواهد از آن بازدارنده ای نیست و نه هم برای ایشان جز او کارسازی است. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اوست که به شما برق را برای ترس یا امید می نمایاند و ابرهای گران را ایجاد می کند. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. و رعد او را به پاکی ستایش می کند و نیز فرشتگان از هیبت او و اوست که صاعقه ها را می فرستد پس به هر که بخواهد به وسیله آن آسیب می رساند
با این هم درباره خدا جدال می کنند، در حالی که او در نهایت تدبیر و نیرومندی است. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعای بر حق یعنی مقرون به اجابت از آن اوست و کسانی که جز او چیزهای دیگری را میخوانند دعایشان را به هیچ وجه اجابت نمی کنند. ایشان به گونه کسی اند که کفهای خود را به سوی آب می گشاید تا به دهن او برسد، ولی هرگز آن آب به دهن او رسیدنی نیست و نمی باشد دعای کافران مگر در گمراهی. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. و هر چیزی که در آسمان ها و زمینند به خدا سجده می کنند به خوشی یا ناخوشی و نیز سایه هایشان صبحگاهان و شامگاهان. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو کیست پروردگار آسمان ها و زمین؟ بگو خدا. بگو آیا شما جز او دوستانی یعنی معبودانی گرفتید که برای خیشتن مالک نفع و ضرری نیستند؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسان شده می توانند؟ یا آیا تاریکی ها و نور برابرند؟ آیا چنان شریکانی به خدا قرار دادند که مانند آفرینش او بیافرینند به گونه‌ای که این آفرینش بر ایشان مشتبه شده باشد؟ بگو خداوند آفریننده همه چیز هاست و اوست یکتا و بسیار غالب. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آب را از آسمان فرو فرستاد و از دره‌ها به اندازه ظرفیت آنها آب جاری شد. پس سیلاب کف رو به تزاید را برداشت و از آنچه برای تهیه زینت آلات یا ابزار به کوره آتش می اندازند در آنها نیز کف است مانند آن. این چنین خداوند برای حق و باطل مثال می آورد، اما کفها بیرون خشکیده می روند، ولی آنچه به مردم سود می رساند پس در زمین می ماند. این چنین خداوند مثال می زند. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. برای آنانی که حکم پروردگار خود را اجابت کردند سرانجام نیکوست، اما آنانی که فرمان او را اجابت نکردند اگر تمام آنچه در زمین است و همانند آن از آنشان باشد و آن را در بدل نجات خود فدیه بدهند پذیرفتن نمی شود. برای آنها حساب بدی است و جایشان دوزخ است و چه بد جای. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آیا کسی که می‌داند آنچه به تو از جانب پروردگارت نازل شده حق است مانند کسی است که نابیناست؟ بیگمان خردمندان پند می‌گیرند، آنانی که به عهد خدا وفا می‌کنند و آن پیمان استوار را نمی‌شکنند، آنانی که چیزهایی را که خدا به پیوستگی آن فرمان داده است وصل می‌کنند و از پروردگار خویش می‌ترسند و از بدی حساب بیم دارند. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و آنانی که برای به دست آوردن خوشنودی پروردگار خویش شکیبایی ورزیدند و نماز را با تمام و کمال برپا داشتند و از آنچه ایشان را روزی داده ایم پنهان و آشکارا خرج کردند و آنانی که با نیکی بدی را دفع می کنند ایشانند که عاقبت نیک آن سرای از آنشان است. باغ‌های جاودان در آن داخل می شوند و نیز آنانی که صالحند از پدران، همسران و اولادشان. فرشتگان بر ایشان از هر دروازه داخل می شوند و می گویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامت شما، پس چه نیکوست جزای آن سرای. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و آنهایی که پیمان خدا را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند، همین هایند که به ایشان لعنت است و برایشان بدی سرای آخرت است. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. خدا روزی را به هر که می خواهد فراخ می سازد و یا تنگ می نماید و کافران به زندگی دنیا شاد شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت نیست مگر متاع ناچیز.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. کافران میگویند چرا از نزد پروردگارش بر او یعنی پیامبر نشانه‌ای نازل نشد؟ بگو بیگمان خداوند هر که را بخواهد گمراه میسازد و هر که را که به او رجوع کرد به سوی خویش رهیاب میگرداند. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آنانی که ایمان آوردند و دلهایشان به ذکر خدا آرامش می‌یابد. هان به ذکر خدا دلها آرامش می‌یابد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برایشان زندگی خوشایندی است و نیز بهترین سرانجام. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. این چنین تو را در میان قومی فرستادیم که پیش از آن نیز قوم‌های دیگر گذشتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر ایشان بخوانی در حالی که ایشان از خدای رحمان منکر می شوند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم سوی اوست. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اگر قرآنی می بود که به آن کوهها به حرکت می افتادند یا به آن زمین قطع قطع می شد یا به آن مردگان سخن می گفتند باز هم ایمان نمی آوردند. اما هر کار از آن خداست. آیا مؤمنان ناامید نشدند؟ یعنی به این یقین حاصل نکردند که اگر خدا می خواست همه مردم را رهیاب می گردانید؟ و کافران به سبب کارهایی که انجام داده اند همیشه مورد مصائب کوبنده قرار می گیرند یا این مصائب به نزدیک خانه ایشان فرود می آید تا اینکه وعده خدا فرا رسد. حقا که خدا وعده خود را خلاف نمی کند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. و بیگمان پیامبران پیش از تو نیز تمسخر شدند پس به کافران مهلت دادم سپس ایشان را گرفتار کردم پس دیدی که عقوبت من چگونه بود. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا ذات
ذاتی که بر هر کس به آنچه کرده مراقب است همتای داشته میتواند، ولی با این هم به خدا شریکانی می آورند. بگو آنها را نام ببرید. آیا شما او را به چیز خبر می دهید که به زعم شما او در زمین نمی داند، یا با سخنان ظاهری فریفته شده اید؟ اما با کافران فریبشان خوب جلوه داده شده است و از راه خدا باز داشته شده اند، و هر کی را خدا گمراه کند پس برای او رهنمایی نیست. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. برای ایشان در زندگی دنیا عذاب است و بیگمان عذاب آخرت سخت‌تر است، و برای ایشان در برابر خداوند بازدارنده نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثال جنتی که به پرهیزگاران وعده شده است، در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، میوه های آن همیشگی است و نیز سایه آن. چه این است سرانجام پرهیزگاران و سرانجام کافران آتش است. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. و آنهایی که بر ایشان کتاب دادیم به آنچه به تو نازل شده شاد می شوند، اما از گروه ها کسانی اند که برخی از آن را تکذیب می کنند. بگو بیگمان به من امر شده تا خدا را پرستش کنم و به او شریک نیاورم. به سوی او دعوت می کنم و به سوی او بازگشت همگان است. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. و به همین گونه آن را به حیث فرمانی به زبان عربی نازل کردیم، و بعد از این که برای تو از علم آمده است، اگر از هوسهای ایشان پیروی کنی به تو از جانب خدا حامی و نگهبانی نیست. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. بیگمان پیامبرانی را پیش از تو نیز فرستادیم و به ایشان زنان و فرزندان داده ایم. هیچ پیامبری نبوده که جز به فرمان خدا نشانه بیاورد. برای هر دوره کتابی است. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. خدا هرچی را می خواهد نابود می سازد و هرچی را می خواهد اثبات می کند و نزد اوست الکتاب، یعنی اصل کتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. خواه پاره از آنچه را به ایشان وعده کرده ایم به تو نشان دهیم یا پیش از بجا شدن این وعده تو را بمیرانیم، پس بیگمان رساندن پیام خداوند بر توست و حساب اعمال بر ماست. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب. آیا نمی بینند که ما به این زمین طوری رسیدگی می کنیم
که به تدریج از اطراف آن کم می سازیم و خدا فرمان می دهد کسی رد کننده حکم او نیست و او در حساب گرفتن سریع است. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. و بیگمان پیشینیانشان نیز دسیسه چیدند، پس تدبیر همه جانبه از آن خداست. هر کسی هر کاری را که انجام می دهد او تعالی می داند و کافران به زودی می دانند که سرانجام نیکوی سرای آخرت از آن کیست. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. کافران میگویند تو پیامبر نیستی، بگو خدا به حیث گواه میان من و شما بسنده است و نیست کسی که نزد او علم کتاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را قرآن کتابی است که آن را به تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به روشنایی بیرون آری، برای صاحب قدرت منی و ستوده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و وای بر کافران از مجازات شدید. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید. آنانی که زندگی دنیا را بر آخرت برمیگزینند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و در آن وارونگی می‌جویند، یعنی آن را نادرست جلوه می‌دهند، ایشان در گمراهی دوری اند. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم او تا حقیقت را برایشان روشن سازد. پس خدا هر کی را خواهد گمراه می کند و هر کی را خواهد رهیاب می سازد و اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و بیگمان موسی را با آیات خود فرستادیم و به او هدایت دادیم که قومت را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آورد و به ایشان روزهای خدا را یادآور شد. بیگمان در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظیم. و
و به یاد آور وقتی را که موسی و قوم خود گفت نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد آرید، و وقتی که شما را از فرعونیان نجات داد و شما عذابهای شدیدی می رساندند، پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما از طرف پروردگار شما آزمایش بزرگی بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. و به یاد آرید وقتی را که پروردگار شما اعلام داشت اگر شکر کنید بیگمان نعمت خود را بر شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید بدون شک عذاب من شدید است. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حمید. موسی گفت اگر شما و هر کسی که در روی زمین است همه ناسپاسی کنید باز هم بیگمان خداوند بی‌نیاز و ستوده است. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا به شما خبر پیشینیان شما نرسیده است؟ خبر قوم نوح، عاد و ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند؟ جز خدا کسی دیگر احوال ایشان را نمی‌داند. پیامبرانشان با نشانه‌های روشن نزدشان آمدند، پس ایشان دستهای خود را به دهنهای خود گذاشتند و گفتند بیگمان ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید ایمان نداریم و بیگمان به آنچه ما را به سوی آن فرا می‌خوانید در شک و شبهه می‌باشید. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیامبرانشان گفتند آیا در خدا شک است؟ خدای آفریدگار آسمان‌ها و زمین، او که شما را می‌خواند تا گناهان شما را بیامرزد و تا موعد معین شما را مهلت دهد. گفتند شما نیستید مگر بشر همانند ما، می‌خواهید ما را از آنچه پدران ما پرستش می‌کردند باز دارید، پس دلیل روشنی به ما بیاورید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. پیامبرانشان برایشان گفتند درست است که ما نیستیم مگر بشر همانند شما، ولیکن خدا بر هر کسی از بندگان خود که بخواهد منت میگذارد و به ما ممکن نیست که به شما حجتی یعنی معجزه‌ای بیاوریم جز به اجازه خدا و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
و ما را چی شده است که بر خدا توکل نکنیم؟ واقعا او ما را به راههای خیر و سعادت هدایت نموده است و البته ما در برابر اذیتی که به ما میرسانید صبر میکنیم و توکل کنندگان باید بر خدا توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. کافران به پیامبران خود گفتند یقینا شما را از زمین خیش بیرون میکنیم یا باید به آیین ما برگردید. پس پروردگارشان بر ایشان وحی کرد بیگمان ستمگاران را هلاک کردنی هستیم و بیگمان شما را بعد از ایشان در زمین جاگزین ساختنی هستیم. این موهبت برای کسی است که از مقام من بترسد و از وعید یعنی عذاب من بترسد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جهنم ويسقى من ماء صدید. و ایشان خواهان فیصله شدند و طلب پیروزی کردند و هر گردن کشی ستیزکاری ناامید شد. به دنبال او دوزخ است و برایش از زرد آب متعفن نوشانیده می شود. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. جرعه جرعه آن را به زحمت سر می کشد و نزدیک نیست که آن را از گلو فرو برد. مرگ از هر سو به سراغش می آید ولی او نمی میرد و به دنبال او عذاب شدید است. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. مثال اعمال کسانی که از پروردگار خود منکر شدند مانند خاکستری است که بر آن در روز طوفانی تند بادی وزیده باشد. ایشان بر هیچ چیزی از آنچه انجام داده بودند دسترس ندارند. این است همانا گمراهی دور. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیا ندیدی که خداوند واقعا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید؟ اگر بخواهد شما را از بین میبرد و مخلوق جدیدی را به میان میآورد و این برای خداوند دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. همه ایشان به حضور خدا حاضر می شوند. پس ضعیفان به متکبران می گویند بیگمان ما پیرو شما بودیم، پس آیا از ما چیزی از عذاب خدا را دفع کننده هستید؟ آنها می گویند اگر خدا ما را هدایت می کرد بیگمان ما نیز شما را رهیاب می گردانیدیم. اکنون برای ما برابر است خواه بی‌صبری کنیم یا شکیبایی ورزیم، برای ما نجاتی نیست.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون کار تمام شود شیطان میگوید بیگمان خداوند شما را وعده داد، وعده حق، و من با شما وعده دادم و با شما تخلف ورزیدم و من بر شما تسلطی نداشتم جز این که شما را دعوت کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید. پس مرا ملامت نکنید و خویشتن را ملامت کنید. من فریاد رس شما نیستم و نه هم شما فریاد رس من هستید. واقعا از این که پیش از این مرا با خدا انباز گرفتید بیزار هستم. بیگمان برای ستمگاران عذابی است دردناک. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. و آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند به باغهای داخل می شوند که در زیر درختان آن رودبارها جریان دارد. جاودانه با حکم پروردگار خیش در آنجا به سر می برند. خوش آمدیدشان در آنجا سلام است. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه پاکیزه را همچون درخت پاکیزه مثال زد که ریشه آن ثابت و شاخ آن در آسمان است. میوه خود را در هر فصل به حکم پروردگار خود میدهد و خداوند به مردم مثالهایی میزند تا باشد که ایشان پند گیرند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و مثال کلمه ناپاکیزه مانند درخت ناپاکیزه است. ریشه های آن از روی زمین برکنده شده، ثباتی ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند مسلمانان را به سخن استوار در زندگی دنیا و در آخرت ثابت قدم می سازد و خداوند ستمگاران را گمراه می گرداند و خداوند هر آنچه بخواهد انجام می دهد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. آیا به سوی کسانی ندیدی که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خیش را به منزل تباهی جاگزین ساختند؟ دوزخ در آنجا می سوزند و چی بد قرارگاهی است. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. و
و با خدا همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه سازند. بگو چند روزی از لذایذ این دنیا بهره‌ور شوید، بیگمان راه شما به سوی آتش یعنی دوزخ است. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. به بندگان مسلمان من بگو نماز را به تمام و کمال ادا کنند و از آنچه به آنها روزی دادیم به گونه پنهان و آشکارا نفقه نمایند پیش از اینکه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروشی است و نه هم دوستی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خداوند است که آسمانها و زمین را آفرید و آب را از آسمان فرود آورد و به وسیله آن میوه ها را به شما به حیث روزی برآورد و برای شما کشتی ها را رام ساخت تا با حکم او در بحر حرکت کنند و برای شما جوی ها را رام ساخت. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. و برای شما آفتاب و ماه را با دستور منظم رام ساخت و برای شما شب و روز را رام گردانید. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. و به شما از هر چی خواستید داد و اگر نعمتهای خدا را بشمارید آن را شمار کردن نمیتوانید. بیگمان انسان بسیار بیدادگر و خیلی ناسپاس است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. و به یاد آر وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را محل امن گردان و من و اولاد مرا از پرستش بتان دور نگه دار. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ای پروردگار من این بتان واقعا بسیاری از مردم را گمراه ساختند، پس هر کس از من پیروی کند واقعا او از من است و هر که مرا نافرمانی کند پس حقا که تو آمرزنده و مهربان هستی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ای پروردگار ما بیگمان من بعضی از اولاد خود را در وادی به آب و گیاهی در پهلوی خانه‌ای که حرم توست جاگزین ساختم. ای پروردگار ما تا نماز را به تمام و کمال برپا دارند پس دل گروهی از مردم را به ایشان مایل گردان و از میوه ها ایشان را روزی ده تا باشد که سپاس گزار شود. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ای پروردگار ما
حقا که تو آنچه را که پنهان می‌داریم و آنچه را آشکار می‌داریم می‌دانی و چیزی در زمین و آسمان از خدا پنهان نیست. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ستایش خدای را که به من با وجود کبر سن اسماعیل و اسحاق را اعطا کرد. بیگمان پروردگار من هم اوست شنونده دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ای پروردگار من مرا بر پادارنده نماز بگردان و از اولاد من نیز ای پروردگار ما دعای مرا قبول فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای پروردگار ما مرا و نیز مادر و پدر مرا و همه مسلمانان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. خداوند را از آنچه ستمگاران می کنند غافل مپندار. بیگمان ایشان را برای روزی مهلت می دهد که در آن چشمها از فرط دهشت خیره می شوند. شتابان سر خود را به سوی آسمان بلند می کنند. از شدت اندوه و ناآرامی پلک های چشم از حرکت می ماند و دلهایشان از همه امیدها خالی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و مردم را از روزی بترسان که عذاب به سراغشان می آید. پس ظالمان می گویند ای پروردگار ما را اگرچه برای مدتی کوتاهی هم باشد مهلت ده تا دعوت تو را قبول کنیم و پیامبران را پیروی نماییم. در این حال به جواب ایشان گفته می شود مگر پیش از این سوگند نمی خوردید که شما را زوالی نیست؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. و در رهایشگاه آنان جاگزین شدید که بر خویشتن ستم کردند و به شما آشکار شد که چگونه با ایشان رفتار کردیم و برای شما از سرگذشت پیشینیان مثال ها زدیم ولی پند نگرفتید. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. واقعا ایشان نهایت دسیسه های خود را به کار بردند و همه دسیسه هایشان نزد خدا آشکاراست، هرچند دسیسه هایشان کوه ها را از جا برمی کند. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. پس خدا را متخلف وعدهش با پیامبرانش مپندار، حقا که خداوند صاحب قدرت منی و صاحب انتقام است. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. روزی که این زمین به زمین دیگر مبدل شود و نیز آسمان ها و مردم به حضور خدای یگانه بسیار غالب ظاهر شود.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد در آن روز گناهکاران را در زنجیرها به هم بسته می‌بینی. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سریع الحساب. لباسشان از قطران است و روحایشان را آتش می پوشاند تا خداوند هر کسی را مطابق به آنچه انجام داده جزا بدهد. بیگمان خداوند در محاسبه سریع است. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. این قرآن پیامی است برای مردم تا به آن ترسانیده شوند و تا بدانند که بیگمان او تعالی معبود یکتاست و تا خردمندان پند گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. الف لام را این آیات کتاب و قرآن آشکار است.